ژورنالیستان مستقل انورا سرکورова و رستم جونی که حوادث ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکنند در صفحه هایشان در فیسبوک با استناد به شاهدان برخی تفصیلات چگونه کشته شدن محمد باقرов معروف به باقر یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان و دو ساکن دیگر خوروغ نشر کردند. بنا به اطلاع آنها باقر که روزهای اخیر تحت فشار شدید قرار داشت و به دلیل تعدید هدف دائمی سنایپرها قرار داشتنش قریب از خانه بیرون نمیبرآمد. نیمه دوم روز یکشنبه عزم کرده است که کمی در کوچه ها سیر و گشت کند. رستم جانی می نویسد 22 می نزدیک به ساعت 17:00 گفته است میخواهد در هوای تازه بگردد. خانه به زندان او تبدیل یافته است. از این شیوه خسته شده است. مردم نیز گرفتار وضع او هستند. او به اصرار و زاری و تولای جانبداران که ضد بیرون آمدن او بودند اهمیت نمیدهد و میگوید میخواهد تنها در کوچه های کودکیش سیر گشت کند. هیچ کس از پایش نآید. او پیاده از خانه‌اش که در محله برخورق واقع است بیرون میآید و شروع به سیر خود میکند. سینا از همراهان دائمیش مخفیانه از پایش میرود. چون محمد باقر به مکان بوی نمیرسد یک پیکاپ که نیروهای زودعمل حکومت به آن میگردند یک باره پیدا میشود. از داخل آن 4 سرباز سیاه‌پوش بیرون شده از 4 اتومات باقر را تیرپران میکنند. خورشید از ساکنان این محل این وضع را میبیند و میخواهد با تن خود محمد باقر را پوشاند. سربازان او را هم میپرانند. این وقت سینا هم به امداد میرسد، اما مقابل سربازان مسلح با دست خالی چی میکرد؟ قاتلان به ماشین سوار شده از جای حادثه غیب میزنند. سینا جراحت برداشته حال و وضعش وزنین است و در بیمارخانه قرار دارد. جسد محمد باقر را مردم بعد رفتن قاتلان گرفته به خانه اش میبرند. این حادثه را ساکنان محلی بوی نمیبینند و به ما نقل کردند. معلوم نیست که افراد سلاح به دست کی بودند. رستم جانی و انورا سرکورova مطمئنند که آنها از نیروهای ویژه اند، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا گفته بود که باقر را نیمه دوم روز 22 می در برخورق در جریان مناقشه بین همدیگری داخلی کشتند. وزارت کارهای داخلی از این بیشتر اطلاع نداد که باقر را کی کشته است. این نهاد تنها گفت که این قضیه را دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان تحقیق میکند. منابع بامداد قبلا گفته بودند که باقر و 2 تن از یارانش را سنایپرهایی که چند روز در محله بوین در روبروی برخورق خیمه زده کمین گرفته بودند پراندند. باقر فرمانده سابق اتحاد نیروهای مخالفین که بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997 فرمانده قسم مرزبانی در مرز با خطای تعیین شد و رتبه پلکوونی گرفت. یکی از پرنفوذترین لیدرهای غیر رسمی ولایت بدخشان به حساب میرفت. طی چند ماه آخر مقامات تلاش داشتند که او را دستگیر کنند. باقر همین طور از سوی مقامات برابری و سرپرستی اعتراضهای اخیر در خوروغ عیبدار شد. در جریان سرکوب کردن این اعتراضها 10 نفر کشته و زخمی و بیش از 100 تن دستگیر شدند.